سلام، با آموزش الگوی کیف مدارک ماشین در خدمتتون هستم. به یه مستطیل 29 در 13 سانت احتیاج داریم که 4 گوشش رو با شابلون نیم سانت گرد میکنیم. یه مستطیل 20 در 12.5 که اون رو هم باز 4 تا گوشش رو با شابلون نیم گرد میکنیم. 2 تا مستطیل 9 در 12.5 داریم که 2 سمتش رو باید هلال کنیم. به اندازه یه جاکارتی که به این شکله باید از وسط یکی از الگوهای 9 در 12.5 خالی کنیم. این جاکارتی 5.5 در 9.5 سانته که یه قسمتش یه کوچولو طراحی شده، قسمت وسط هم 4.5 سانته که باید به این حالت از وسط یکی از الگوهامون خالی بشه که برای جا عکسیه. یکی دیگهش باید ساده باشه و خالی نشه. الگوی این جاکارتیمون هم به این شکل 5.5 در 9.5، این قسمت وسط هم 4.5 سانته، یه هلال کوچیک هم این قسمتش داره. یه دونه دیگه الگو هم مستطیل میخوایم 12.5 در 8.5 که باز دوباره یک قسمتش یکم طراحی شده، این دو قسمت 1 سانت داخل شدم و یه کوچولو هلال کردم. یه دونه از این الگو احتیاج داریم.